سلام دوستان، به دوربین شات خوش اومدید. من مهدی قیدی هستم و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما. امروز میخوایم تفاوت بین دوربین‌های عکاسی و دوربین‌های موبایل رو بهتون بگیم. با ما همراه باشید. برخی از صاحب نظرها و کارشناسان صنعت عکاسی میگن که دوربین گوشی‌های موبایل تا 10 سال آینده به سطح دوربین‌های حرفه‌ای DSLR میرسه. این که این حرفو میزنن دوربین‌های امروزی رو میگن. خب 10 سال آینده دوربین‌های عکاسی حرفه‌ای هم پیشرفت میکنن و اینی که الان ما داریم ازشون استفاده میکنیم نیست. شاید الان بگین که 10 سال آینده گوشی موبایل به این سطح برسه برای من کافی و من دیگه از این بهتر نمیخوام. مطمئن باشید وقتی همینجوری علم پیشرفت کنه، تکنولوژی پیشرفت کنه، شما هم بیشتر میخواید. تا همین 10 سال پیش هیچ کدوممون گوشی آیفون نمیخواستیم دستمون بگیریم، ولی الان هر کدوممون دلمون میخواد که یه آیفون داشته باشیم. تو این ویدیو چند تا نکته کوچیک رو فقط بهتون میگم که بدونید که خیلی فاصله بین دوربین موبایل و دوربین‌های حرفه‌ای هست. اولین نکته‌ای که میتونم راجع به صحبت کنم اینه که دوربین عکاسی یه وسیله‌ایه که باش عکاسی و فیلمبرداری انجام میدن. گوشی هوشمند یک وسیله‌ای که باش مکالمه می‌کنیم، از پیام رسان‌ها استفاده می‌کنیم، از نرم افزاراش استفاده می‌کنیم، از اینترنت استفاده می‌کنیم و یک دوربین هم داره که باش عکاسی و فیلم برداری می‌کنیم. طبق تجربه‌ای که هممون تو زندگیمون داریم، وسیله‌ای که تخصصی برای یک کاری ساخته میشه بهتر از وسیله‌ای که عمومیه و اون کاری که ما ازش می‌خوایم هم در کنارش انجام میده. پس همین بزرگترین نکته‌ایه که می‌تونیم بگیم دوربین عکاسی خیلی بهتر از دوربین گوشی موبایل. دومین نکته و آزاردهنده ترین نکته لنز ثابت و نبود امکان تغییر فاصله کانونی در دوربین‌های موبایل. این دوربین‌ها همواره در حالت واید قرار دارن. برخی از تولید کنندگان موبایل تاکنون از خلاقیت‌های نظیر زوم هوشمند، لنز دوم و حتی سوم برای افزایش فاصله کانونی استفاده کردن و بعضی از گوشی هم امکان نصب لنزهای مینیاتوری مبدل تله رو فراهم کردن. اما حقیقتا تمام این نوآوری‌ها نمیتونن جای قابلیت تغییر لنز رو بگیرن و اینکه برای تمام مناظر از زاویه باز استفاده کنید آسون نیست. سومین نکته فوکوس خودکار و تأخیر شاتر دوربین موبایل. گوشی هوشمند سرعت فوکوس کردن رضایت بخشی ندارن. همچنین تأخیر زیادی در شات گرفتن دارن. یک عکاس حرفه‌ای هرگز حاضر به از دست دادن یک لحظه به دلیل کندی شاتر نیست. نکته چهارم نبود شاتر مکانیکی و دیافراگم فیزیکی. به منظور کوچک ساختن دوربین جهت قرارگیری در بدنه گوشی، قسمت‌های مهم از ساختار دوربین حذف میشن. شاتر مکانیکی با شاتر الکترونیکی جایگزین میشه و لنز همواره بازه و گزینه‌ای برای کنترل دریچه دیافراگم وجود نداره. نکته پنجم اندازه کوچیک حسگر. شاید این مورد از موارد قبل اهمیت کمتری داشته باشه و اساساً اگر موارد فوق در دسترس باشن و اندازه حسگر کوچیک باشن مشکل خاصی وجود نداره. اما اگه تولید کنندگان گوشی هوشمند بتونن دوربینی با اندازه حسگر 1 اینچ رو در گوشی خودشون جای بدن، حرکت عظیمی به حساب میاد. نکته ششم کیفیت لنز. مطمئنا این بخش نیازی به توضیح نداره. هیچ وقت لنز گوشی‌های هوشمند به پای لنزهای حرفه‌ای دوربین‌های عکاسی نمیرسه. و نکته هشتم کیفیت ساخت. گوشی‌های هوشمند معمولا عمری بین 2 تا 3 سال دارن. پس از اون دچار زوال از قسمت‌های مختلف مثل باتری و سیستم عامل میشن و رفته رفته با قطع پشتیبانی نرم افزاری کاربر رو به سوی خرید مدل جدیدتر سوق میدن. اما دوربین‌های دیجیتال رو طوری ساختن که دوام و ماندگاری بالایی داشته باشن. به همین دلیله که دوربین‌های دیجیتال با قدمت 10 ساله هم میتونن عکس با کیفیتی بگیرن. اگر علاقه به کاری دارید که برای اون کار باید دستگاهی رو تهیه کنید، روی دستگاهی سرمایه گذاری کنید که بتونید برای دراز مدت از اون بهره مند باشید. امیدوارم ویدیو رو دوست داشته باشید و به کارتون اومده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستید و اگه دوربین دستتون خواستید به دوربین شات مراجعه کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.